سلام قشنگا، من ریحانه هستم و توی این کانال کلی ایده برای طراحی کاربرهای مدرسه دارم برات. حتی بهت یاد میدم که چطوری خودت کاربرهات رو طراحی کنی. پس اگر معلم هستی یا میخوای از این راه کسب درآمد کنی، حتما کانال رو سابسکرایب کن. قبل از اینکه بری سراغ طراحی روی سیستم، باید اول ایده‌ای که توی ذهنت داری رو روی کاغذ پیاده کنی. اینجوری خیلی منظم‌تر میتونی کارت رو پیش ببری. مثلا کاربری که من الان میخوام طراحی کنم برای روز پسره. خب خیلی واضحه که پسرها عاشق فوتبال و توپ فوتبال هستن. پس منم میام از این دوتا آپشن توی کاربرگم استفاده میکنم. کاربرگاتون رو هدفمند طراحی کنید. یک کاربرگ باید مهارت‌های مختلفی رو تقویت کنه. مثلا رنگ‌آمیزی داشته باشه، کار با قیچی داشته باشه، خلاقانه باشه و اینکه یه چیزی رو آموزش بده. اینم از کاربرگی که قرار طراحی کنیم. حسابی ذوقشو دارم. برنامه پاورپوینت رو باز میکنم چون میخوام کاربرگ رو اینجا طراحی کنم. یه صفحه سفید از توش میارم و هر چیزی که توی صفحه هستش رو پاک میکنم. از قسمت نوار بالا گزینه دیزاین، اسلاید سایز و کاستم اسلاید سایز رو میزنیم. تو این قسمت میتونید صفحه‌تون رو به اندازه دلخواهتون تنظیم کنید و چون برای کاربرگ ها آچار معمولا استفاده میشه، من اون رو روی آچار تنظیم میکنم. من تصاویری که نیاز داشتم رو از قبل دانلود کردم و توی یه پوشه گذاشتم. اگر نمیدونی تصاویرت رو از کجا دانلود کنی، من یه منبع خوب برات معرفی کردم توی ویدیو اول. حتما ببین کامل تا بدونی که تصاویرت رو چطوری میتونی دانلود کنی. یه تصاویر با کیفیت و عالی. الان هم من دارم فضای کاربرگم رو شخصی سازی میکنم که هر کس این کاربرگ رو ببینه متوجه بشه که برای من هست و شما هم حتما این کار انجام بدید. یه تم خاص خودتون رو داشته باشید و روی همه کاربرگاتون پیاده کنید. تو این قسمت لوگویی که مخصوص خودم هستش و از قبل طراحی شده رو وارد میکنم. کلیک راست میکنم، گزینه کراپ رو میزنم که اطرافش رو کم کنم چون به فضای دورش نیازی ندارم. زمینه کار همچون سفید هست و هم رنگ صفحه هست، دیگه نیازی نیست حذفش کنم چون صدمه‌ای به کارم وارد نمیکنه. حالا از نوار بالا گزینه اینسرت و بورد آرت رو انتخاب میکنم. من متن‌هام رو از این طریق تایپ میکنم به خاطر اینکه به راحتی قابل جابجایی هست و اذیت کننده نیست. فعلا عنوان خاصی رو انتخاب نمیکنم تا در آخر ببینم میخوام اسم کاربرگم رو چی بذارم. از قسمت هوم هم میتونید فونت دلخواهتون رو انتخاب کنید. البته این رو هم در نظر داشته باشید برای اینکه دستتون باز باشه برای انتخاب فونت باید از قبل فونت‌های مختلفی رو دانلود کرده باشید. من فونتم رو انتخاب کردم. به اندازه‌ش رو هم از قسمت نوار بالا میتونم کوچیک یا بزرگتر کنم و در آخر هم توی جای مناسب خودش قرار میدم. خب من تصویر کاربرگ رو هم براتون میذارم که راحت‌تر بتونید متوجه بشید. حالا از قسمت اینسرت گزینه شیپس رو میزنم و یه دایره انتخاب میکنم. روی صفحه کلیک میکنم، موسم رو میکشم تا دایرم ایجاد بشه. بعدش هم اندازه دایرم رو تنظیم میکنم. هر زمان روی دایره کلیک کنی تنظیمات مربوط به اون باز میشه. از این قسمت رنگش رو انتخاب میکنم. از قسمت بعد میتونم تنظیمات مربوط به خط دورش رو انتخاب کنم. خطش رو مشکی میکنم و اندازه اون ضخامت خط رو از این قسمت انتخاب میکنم. میخوام روی دایرم قسمت‌هایی رو برای خط تا و خط برش ایجاد کنم. از قسمت اینسرت وارد شیپس میشم و این خط رو انتخاب میکنم. وقتی موس رو روی دایره ببرید خودشون نقاط وسط رو بهتون نشون میده. از این سر تا اون سر من خطم رو میکشم. دوباره از قسمت بالا رنگ و ضخامت خطم رو انتخاب میکنم. حتی میتونم خطم رو به صورت نقطه چین هم در بیارم که فکر میکنم برای نشون دادن خط تا و خط برش بهتر هستش که نقطه چین باشه. این خط که ایجاد شد برای خط تا هست. یه خط دیگه نیاز دارم که خط برش رو نشون بدم. باز همون مراحل رو انجام میدم. حالا دیگه نیاز دارم مجدد از تصاویری که از قبل دانلود کردم استفاده کنم. خب تصویر رو وارد میکنم و چیزی که مشخصه اینه که زمینه این تصویر باعث میشه که تصویر پشت مشخص نباشه. پس باید از بین ببریم. یه کلیک میکنیم و گزینه ریموو بک‌گراند رو انتخاب میکنیم. کادر رو یه جوری تنظیم میکنم که تصویر کاملا توی کادر باشه
و باید کل اون تصویر سفید شده باشه. اون قسمت هایی از تصویر رو که میبینید و سفید نشده رو هم باید سفید کنید وگرنه زمینه این قسمت از بین میره. برای این کار اون گزینه مارک ایریاز تو کیپ رو میزنم و با موسم اون قسمت هایی که میخوام رو کلیک میکنم و میکشم تا سفید بشه. حتی این قسمت کوچولو هم نیاز داره که سفید شه. حالا یک کلیک روی صفحه و کار تمامه. ببینید تصویر فقط خودش موند بدون هیچ زمینه و به راحتی میتونیم اون رو توی کاربرگمون استفاده کنیم. با اینکه زمینه رنگ نداره اما یه قسمت‌های اضافیه کراپ رو میزنم و اون قسمت‌هایی که اضافی هستش رو حذف میکنم. برای دیزاین کارم به تصویر چمن نیاز داشتم. یه تصویر 4 تایی دارم که یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم. برای اینکه یه دونه‌شو فقط داشته باشم با گزینه کراپ اون قسمت انتخاب شدم رو فقط کراپ میکنم و میذارم روی کارم. بعد از اونم کافیه که یک کلیک روی صفحه انجام بدی تا تصویری که انتخاب کردی مشخص بشه. زمینش رو هم که طبق معمول باید حذف کنم که از همون طریق حذف میکنیم. این قسمت رو حتما با حوصله انجام بدید تا تمام کارتون تمیز و یک دست در بیاد و فقط اون قسمت تصویر بمونه و زمینه حذف شه. حالا جای چمن‌ها رو مشخص می‌کنم و باید ازش چند تا کپی بگیرم. برای اینکه کارم راحت‌تر بشه کلید کنترل و دی رو به طور همزمان با هم فشار میدم که کار همون کپی کردن رو برام انجام میده. میخوام تصویر پسر رو وارد صفحه کنم اما به نظرم قسمت بالای صفحه فضای کافی رو نداره. برای اینکه تصویر پایین رو به طور همزمان بتونم با هم جابجا کنم نیاز دارم که اونها رو به صورت یک گروه در بیارم. کلید کنترل رو نگه میدارم و روی تصاویرم کلیک میکنم که همه تصاویر انتخاب بشه. بعد از اینکه همه رو انتخاب کردم کلید کنترل و جی رو به طور همزمان فشار میدم و تصویر به صورت یک گروه در میاد که میتونم به راحتی همه رو به صورت همزمان جابجا کنم، اندازه ها رو تنظیم کنم و هر کاری که دوست داشته باشم به طور همزمان با همشون انجام بدم. تصویر بعد رو وارد صفحه میکنم و همینجا امتحان میکنم تا به اون اندازه دلخواهم برسم. یعنی باید اندازه ها کاملا متناسب با هم باشه. بعد هم مجدد میریم سراغ حذف کردن زمینه کار. من تصویر رو نزدیک میکنم تا کاملا متوجه بشید که ظرافت کار باید به چه صورت باشه و به چه نکاتی باید توجه کنید. این تصویر هم کاملا آماده شد. در اون قسمت فلش بالا میتونیم تصویر رو بچرخونیم که توی فضای بالا جاشه. توی تمام شده کار این آقا پسر روی کاربرگ باید بایسته. پس من به یه استند یا یه پایه نیاز دارم که بتونه اون ایستایی رو داشته باشه. از قسمت شیپس یه مستطیل انتخاب میکنم و اون رو تنظیم میکنم. تنظیماتش هم کاملا شبیه به تنظیمات دایره هستش. هم رنگش رو انتخاب میکنیم هم ضخامت خط دورش رو. همونطور که میبینید پایه قسمت‌هایی از تصویر پسر رو پوشونده و باید پشت کار قرار بگیره. یک کلیک راست روی تصویر پسر میکنیم و گزینه Bring to Front رو انتخاب میکنیم. با این کار پسر روی کار قرار میگیره و اون پایه زیر کار. برای اینکه کار یک دست و منظم و تمیز باشه اندازه ها رو تنظیم میکنم تا بیرون زدگی خطوط رو نداشته باشم. توی این قسمت پایین من یک متن مرتبط با روز پسر نوشتم. اندازه هاشو تنظیم میکنم و برای عنوان هم فقط به نظرم بنویسم روز پسر کافیه. خب کارم با کاربرگ تمام شد. حالا از قسمت فایل گزینه اکسپورت رو انتخاب میکنم، کرییت PDF رو میزنم و کاربرگم رو هر جا که بخوام سیو میکنم. اینجا هم اسم برای اون فایل PDF هم میتونم انتخاب کنم و در آخر گزینه پابلیش رو میزنم. به همین راحتی یک کار جذاب آماده شد. نحوه ساخت این کاربرگ رو هم توی ویدیوهای شورت برات گذاشتم. مرسی که همراه هم بودی. خدا نگهدار.